مصادف با نیمه شعبان، اینجا روستای چدان، منطقه چشم خال. دوستان اومدیم برای کشت نهال زرشک دیمه که انشاءالله با توکل به خدا و انشاءالله بارندگی هایی که امسال داشته باشیم نهال های زرشک دیمه رو امروز میکاریم و انشاءالله که سبز بشه و بتونیم نهال های زرشک دیمه داشته باشیم که محصولات خوبی رو به ما بده. همونطور که میبینید تعداد نهال های زرشکی که میکنیم چاله هایی رو گود کردیم برای کاشت نهال و الان میخوایم نهال های زرشک رو با هم دیگه بکاریم. انشاءالله که با برف و بارون های خوبی که امسال شده و در ادامه سال هم شاهدش باشیم نهال هامون سبز بشه و بتونیم ازش محصول خوبی رو